بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة المبارك. بس دوم برادران، ما شما در شرایطی که قرار داریم در جریان هستیم که برادرای ما در پکتیا و پکا یک آزمون بزرگ سرشان زلزله‌ای که هزاران تن کشته و زخمی شده. متوجه باشیم که اگر کسی خود مسلمان بدانه و بین مسلمان ها جدایی به وجود بیاره که مسلمان پاکستانی است، پشتون است، تاجیک است، ازبک است، هزاره است، یا ایماق است، یا عرب است، یا عجم است، یا ترکی است، از دین اسلام بیرون شده. در کشور ما بسیار کس کافر شده خودش نمی‌فهمه. این با جرأت میگم منبر پیامبر در کشور ما خیلی کس کافر شده اما خودش نمی‌دونه. اگر مظلومیت در پکتیا به وجود بیاید، اینجا بینون مسلمان در مظلومیت یک برادر مسلمان پکتیاییش خوش شود کافر میشه. با اساس تعصب و نابودی مسلمان متوجه باشه، تعصب بکنه از دین خدا خارج میشه. از دین خدا خارج شدن چی معنا برادر میشه؟ اگر کسی تبعیض بکنه، دو تا مسلمان است که هر دوش موازی است، هر دوش دانشمند است، با اساس مسئله قومی، مسئله سمتی، مسئله تباری یک جایی را بر یک عالم ترجیح بده، یک تبعیض است و خروج از دین خداست. شما متوجه باشید این دین بازیچه کسی نیست، این دین نظام داره، این دین هدف داره، این دین مطلب داره. این دین مقابله در برابر همه امراض است، هم امراض ظاهری هم امراض باطنی. متوجه باشید که امروز ما در سخت‌ترین آزمون قرار داریم. شهر مزار شریف همیشه یک جایی که آسیب رسیده، مردم کاروان‌های بزرگی را همت کردند که باید با برادرای خود با کمک برسند. اگر پروان بوده، اگر گندرهار بوده، اگر بدخشان بوده، این شرایط حکم میکنه که مردم ما، مردم ام البلاد بلخ، موسفیدای ما در همه جا باید کمک جمع آوری بکنند. و خواهر مظلومی که در پکتیا مجروح شده و ناموس ماست، و ناموس مسلمان هاست. و پدر موسفیدی که به یک لقمه نان ضرورت دارد و برادر ماست، باید با کمک بشتاب. یکی از بناهای اسلام که حج است، همچنان یکی از بناهای اسلام زکات است. ما سخت مسئولیت و مکلفیت داریم در شرایط کنونی که با کمک برادران ما، با کمک خواهران ما، با کمک مردم دردمند پکتیا و پکتیکا برسیم. مسجد انصاری ها که از قوم انصار نام مبارک انصار گرفته شده، انصار یاری کننده با پیامبر صلی الله علیه و سلم، امروز یاری کننده بر مؤمنان باشد. امروز یک کاروانی از برادرای ازبک، تاجک، عرب از شمال بسته شود، حرکت کنیم به سوی برادرای پکتیا و پکتیکا. شما چه کار میکنین؟ دو کار انجام میدین. یکی مأموریت الهی را انجام میدین، دیگری با مشت کوبنده به دهن هر متعصب میکنید. ما یک ملتیم، یک مردمیم، یک خانواده هستیم. یک خانواده، این یک انگیزه برای همه کس داده میشه، یک پیام برای همه کس داده میشه. و با شما عرض کردم که همونطور حج محور توحیدی دارد. اگر کسی مردم را، قوم را به اساس تعصب فرا بخواند، از دین خدا بیرون شده است. اگر کسی شخصی از هر آدرسی
تبعیض و تعصب در بین مسلمانان به وجود بیارن، با اسلام و دین خدا هیچ نوع رابطه ندارن، جز بدنام ساختن دین خدا کاری دیگر ندارن. این خوب متوجه باشید. مسئولیت و مکلفیت این منبر این است که مردم را در محور وحدت فرا بخورند، در محور محبت فرا بخورند، در محور صمیمیت فرا بخورند. امروز مشکلاتی که با برادران پکتیا و پکتیکا با وجود آمدن، خواهشم از شما برادران است که یک برنامه دقیق شما در اینجا بگیرید، کمک‌های خود در مجموع جمع آوری بکنید و مساجد دیگری هم در تماس شوید. شاید ریاست حج و اوقاف هم در ارتباط پیام‌های خود در مجموع دارد تا همه دست به دست هم بتیم یک کاروان وقتی که شما بروید در پکتیا و پکتیکا، مثال مؤذن ما حاج کلانتر ما در امونجا وقتی که استاد شود چی پیامی برای ملت و مردم مظلوم پکتیا میده؟ یقین به پروردگار قسم یاد میکنه که تمام پروژه هایی که دشمن بر اختلاف آفرینی در میان مردم ما به وجود آوردن با یک حرکتتان در لطفه خود ثابت کنید. مردم پکتیا میفهمه که مردم مزار برادرای ما پکتیا برادرای ما و یک آغوش رحمت بین همدیگر ما میتونیم باز کنیم. این یکی از مسئولیت ها و مکلفیت های ماست که ما در این راستا باید انجام بدیم. دوستان، یک آیه از قرآن کریم میخوانم و صحبت‌های خود جمع میکنم در ارتباط موضوع انفاق و نفقه کردن و صدقه کردن است. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. داستان کسی که در راه خدا در جهت خدمتگزاری به مردم یک افغانی را کمک میکنن، مثل که یک دانه گندم را در زمین زرع میکنن، از این 7 خوشه میاد، در هر خوشهش 100 تا 700 تا حاصل بده، بلکه خداوند به مراتب از این بیشتر بده. بر علاوه که همه ما مشکلات داریم، ما مشکلات همه را خبر دارم، خودم چون مشکلات دارم، برادران مشکل دارم، مربوطین ما مشکل دارم، اکثر مربوطین ما و دوستای ما طفلش مریض است، قدرت توانمندی پیش دکتر نداره. در همین حالت هم در مجموع کوشش بکنیم از 3 وقت نان ما 1 وقت نان خود جدا بکنیم با برادرای مظلوم و درمندی که در زلزله در این مصیبت قرار دارند، باید با کمکی از اینها برسیم. باید به زخمای از اینها مرهم شویم، بر رنج‌های از اینها، بر رنج‌های بی‌پایان از اینها که هر لحظه و هر دقیقه ما چهره موسیقیدار را، چهره اطفال مظلوم در پکتیا و پکتیکا دیدم، فغانش بلند است که برادرای مزاری او غرور و از درد ما بر رنج ما شما برسید، ما به مصیبت گرفتار شدیم. اگر جمع در زمان مصیبت به خدمت برادر مسلمانش میرسد، خداوند متعال مصیبت دیگری را از او دور میسازد. اگر او به مصیبت برادر مسلمانش خوشحال شد، خداوند او را به مصیبت گرفتار میسازد. از این زیاد نمیخوام حرف بزنم، دعا میکنیم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا به عنوان یک مسلمان هدایت شده در انجام مأموریت‌های الهی کوتاهی نکنیم و ایمان کامل را شامل حال همه ما بگردانیم تا خدای متعال همونطوری که با ایمان فطری به دنیا آمدیم، خداوند با ایمان در پیشگاه پیامبر و پیشگاه الله جل جلاله مشهور بگرداند. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.